سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز من با ارسلان اومدم، داریم میریم به یکی از محلهای کارش، در واقع پروژه‌ای که دارن الان روش کار میکنن. میریم اونجا رو بهتون نشون بدم که شما هم بیشتر با کار ارسلان آشنا بشین، چون خیلی ها همیشه از من میپرسن ارسلان چی کار میکنه، شغل ارسلان چیه، درآمدش از کجاست. مهمار داریم میریم الان. اوه چجوری باید از اینجا رفتیم؟ یا خدا، چه خبره اینجا؟ از در که میایم تو، اینجا پارکینگ بود، میریم داخل. اینجا همین اول بسم الله اینجا قراره نارخوریشون باشه به احتمال زیاد. میز نارخوری و اینا میذارن. بعد چون اینجا آشپزخونه است، این دور تا دور قرار کابینت و گاز و اینا بیاد. این وسط هم قراره یه دونه آیلند، حالا جزیره بهش میگن تو ایران، یه دونه جزیره داشته باشیم. اینجا هم که حالا پذیراییشه در واقع، که اونجا شومینه و برای قسمت چی میگن انترتینمنت سنتر، که تلویزیون و اینا این داستانا میاد. بعد از اینجا پله میخوره میره بالا به اتاق خوابا و سرویس های بهداشتی. ولی من اینجا رو قبل از اینکه چیز کنیم، این ورودی اصلیه. ما از در گاراژ اومدیم، در واقع ورودی اصلی اینه. اینجا خیابونه، در ورودی اصلیه. بعد همینجا سمت چپش دستشویی ها هست. بعد میریم داخل که دیگه اون آشپزخونه و حالا پذیرایی. اونجا هم که حیاتشه. حیاتش هم خیلی کار داره، باید کلی گلکاری بکنن و چه میدونم فضا سازی بکنن اینا، که دیگه تو هیته کار ارسلان نیست. خلاصه اینجا پله هاست که میره به اتاق خوابا و سرویس های بهداشتی. بریم حالا این همون دستشویی که دارن الان روش کار میکنن رو بهتون نشون بدم. بچه‌ها یه کار جالبی که اینا دارن انجام میدن که گفتم بهتون بگم شاید به دردتون بخوره، اینه که این قسمتی که الان اینجا میبینین، اینجا آشپزخونه است که توش پر کابینت بوده. ولی صابخونه کابینت ها خب حالا یکم قدیمی شده بودن و دوست نداشته، میخواست عوضشون کنه و جدید بذاره. نیومدن همه اون کابینت ها رو بندازن دور، آوردن اینجا. ببینید
کابینت ها رو آوردن اینجا. بعد این قسمت گاراژ خب که ماشینا رو اینجا پارک میکنن و اینا، اون تیکه رو یه ردیف مثلا اینجوری به صورت المانند کابینت هایی که سالمه به درد بخوره رو میذارن. حالا اگه بخوان رنگش رو میتونن همین رنگی که هست نگه دارن یا اینکه یه رنگ جدید بزنن روش. ولی در کل منظورم این بود که نیومدن این همه چوبه، به هر حال کابینت دیگه به درد میخوره، همینا رو بخواد بده براش بسازن کلی ازش پول میگیرن. این خیلی مرسومه که آمریکایی‌ها یه طرف گاراژشون رو کابینت میکنن و وسایلی که زیاد معمولا استفاده نمیکنن رو میذارن این تو، ابزارالاتشون رو میذارن، وسایلی که مثلا فصل به فصل باید استفاده کنن اینا میذارن تو این کمودا. حالا این وضعیتی که الان اینجا به وجود اومده موقتیه، به خاطر اینکه اینا مسائلی هستش که برای در واقع تعمیرات اینجا لازمه. مثلا اینا پارکت های خونه هست که لامینت در واقع قرار نصب بشه، اون کابینت ها میره اونجا نصب میشه، خیلی خوب میشه. اینا توالت هاست هنوز تو باکسه. به هر حال اینجا کلی آتشخال هست که همه قرار از اینجا بره و اینجا باز میشه و قشنگ 2 ماشین این تو میتونن پارک بکنن. تقریبا میتونم بگم همه یه دونه یخچال هم اینطوری توی گاراژشون دارن اضافه، که در صورت نیاز اگه به فضای بیشتری نیاز داشتن از این یخچال استفاده میکنن و یعنی اینجا خودشون یه یخچال دیگه دارن. من میگه شبیه دکترها شدی. آره با این پیرنه شبیه دکترها شدی. من یه سری چیزا رو حالا تا جایی که به عقلم میرسه توضیح دادم. حالا به نظرم تو خودت توضیح بدی بهتره. چه توضیح بدم الان؟ نمیدونم، من این کاری که داری اینجا میکنی خلاصه داستان اینه، اینجا رو زدیم ترکوندیم، بعدا میخوایم درستش کنیم. خب مثلا چه کارایی میکنین؟ هر کاری که میخوایم بکنیم توی این کار به سلیقه مشتریه. خب پس بعدا وقتی به دوستات نشون میدی که اینجا چجوری شده، نگن اینجا چرا این رنگیه اونجا چرا اون رنگیه، اونا به سلیقه اونه. ما اون چیزایی که اون انتخاب کرده رو قراره اینجا به کار ببریم. اینجا قراره سنگ بشه، این ور قراره چوب باشه، اینجا قراره تایل باشه، کل دیوار رو مثل همون سنگ تا بالا میبره، تا بالا میره. اینجا قراره کابینتش باشه، اینو من گفتم، وسطش قراره سنگ باشه دوباره. بعد این چراغا همه عوض میشه، اینجا از این چراغ آویزیا میاد، اینجا رو همه رو بعدن تو ایران هالوژن بهش میگن. هالوژن آره. این چراغا میخوره، این برام همینطور چراغ میخوره، بعد این چراغا عوض میشه، بعد دوباره اینجا کابینته، اونور که دستشوییه. بعد اینجا سنگه یا لامینته؟ لامینیت نداره اصلا، جا همش سنگه. چیز؟ اونور چوبه. لامینیت نیست. آره. اوه پس من اشتباه گفتم. پس اونایی که توی چیزه اونا چوبه. کدوما؟ اینایی که اینجاست چوبه. اینایی که از فلور اند دکور اومده اینا چوبه؟ اینا بهش میگن engineered wood. engineered wood یعنی اینکه بذار بهت توضیح بدم. این نصبش هم پس باید سخت باشه نه؟ این پایینش پلای ووده. پلای وود یعنی لایه های آشغال چوب. خب ولی روش بیا جلو نشون بده. خب این ضخامت رو میبینی؟ این ضخامت یه تیکه از چوب واقعیه که چسبیده روی این. خب پس روش چوب واقعیه فیسش. بعد اینو رنگ میکنی؟ نه دیگه این الان رنگ خودشه. ولی در مثلا 20 سال دیگه اگه بخوان میتونن اینو سندش کنن، رنگش رو عوض کنن. مشتریمونم یه خانم کره‌ایه، همه چیزم با سلیقه های خودش خریده. مثلا سنگای اینجا رو توسی انتخاب کرده، همونایی که توی حمومم داره زده میشه. کابینتاشو فکر کنم توسی کمرنگ انتخاب کرده. حالا تو به عنوان یه کانترکتور خودت مثلا میپسندی این چیزایی که این انتخاب خب رنگ سلیقه‌ایه دیگه. اولا که تو یعنی هیچ نظری ندادی بگی نه این خوب نیست اینو عوض کن؟ نه، برای اینکه من هرچی بگم اونو دو دلش میکنه. ممکنه از یه چیزی خوشش بیاد، بعد من با حرفم
فکرشو خراب کنم، بعد اون چیزی که دوست دارم آخر در نیاد. من معمولا دخالت نمیکنم مگر اینکه به من بگه تو انتخاب کن. بعد دیگه پنکه سقفی و از این توالت ژاپنیا که کنشور داره و بعد دیگه همین دیگه. این فکر کنم نقطه مشترک ما با کره همین توالت‌های با ژاپنیا. خب اینا که کره‌ای ان که. آره ولی خب از توالت ژاپنی استفاده. اینجا همش دیوار بوده، از این بالا تا پایین این شکلی دیوار بود. همش دیوار بسته. بعد اینجا رو خب دیوارای اینجا رو میتونین ببینین چه جوریه، میتونی از جلو نشون بدی. آره. این چون بازه ما میتونیم اینجا توضیح بدیم اینجا دیوارا چه جوری ساخته میشه. دیوارا اینجوری ستون داره که بهش میگن استاد، هر 16 اینچ یا هر 12 اینچ یا 14 اینچ چوبی هم هستن. استادا همه چوبی هن. آره. بعد اینا هم بهش میگن درایو وال، این دیوار آماده است. دیوارای آماده میاد روی این شکلیه. اینجاها پیچ میشه به این استادها، به این ستونها. این الان اگه تو ایران بود فکر کنم قشنگ نیم متر ضخامت همین دیواره بود. آره دیگه. حالا مزیتش چیه؟ مزیتش اینه که اولا وزن ساختمون خیلی کمه. آره. کسی با آجر اینجا نمیسازه. برای همین تو زلزله ها اینجا معمولا زلزله بیاد آره دیگه این دیوار بیافته رود مثلا قلقلکت میاد. اصلا نمیافته رود، برای اینکه هر 12 اینچ این تو پیچ شده به این استادها. خب بعد علاوه بر این وزنش خیلی کمه و چون بینش فضای خالیه، عایق صدا و عایق سرما و گرما خیلی خوبی بینش هست. به غیر از این هم اینسولیشن بینش داره، یعنی اینسولیشن چی میشه؟ پشمیه. آره مثل پشم شیشه. یعنی یه چیزای غیر عایق چیزای عایق صدا و عایق. حالا برای آتش سوزی هم همه اینا گرید غیر قابل اشتعال تا یه حد خیلی زیادی دارن. به این راحتی نیستش فندک بگیری زیرش خونه بسوزه مثل تاموجری بره رو هوا. نه اینجا تموم میشه. اینجا در شیشه ای میاد. این هنوز تموم نشده. کاشی دیوارشو من دوست دارم. این کفشو من زیاد خوشم نیومد. توی رنگش سلیقه اونه. مثل این دستشویی بین راهیه نه؟ خب تموم نشده هنوز. یعنی برای کلا خوشم نمیاد از این چیز. دیگه حالا سلیقه اونه. حالا اینجا هم مثلا کابینت میشه. اینا فرم میشه. بسیار از این خوبه. حالا بعدش هم فیلم میگیرم که بچه‌ها ببینن. اینجا هم که قراره ریل باشه، یعنی دستگیره اینا باید جدا بشه. ولی این یعنی یکی از بهترین کارهایی که تو این خونه کردن به نظرم، تغییراتی که دادن همینه. این کامل اینجا دیوار بود، یعنی اینجا وایساده بودی اون ورشو نمیتونستی ببینی. آره. دیگه اینکه اینو کی به پیشنهاد کی انجام دادی؟ پیشنهاد من. آره. ولی خداییش خیلی فکر خوبی کرد. کار خودمون رو زیاد کردم. کار خودتون زیاد شد ولی خب دیگه دعای خیرش میمونه برات دیگه. خب دوستان اینم از کار ارسلان. حالا این یه مدل کاراشون معمولا متفاوته. مثلا هر دفعه خب بسته به نیاز مشتری اینا کارهای متفاوتی انجام میدن، ولی این مثال خوبی بود چون تقریبا میتونم بگم همه قسمت‌های خونه‌اش باید تغییر میکرد، از زمین، سقف، چه میدونم اینا. برای همین خب گفتم خیلی خوبه بیام الان موقعیت خوبی اینجا رو بهتون نشون بدم. خب اونجا ارسلان کارش تموم شد و الان داریم میریم به سمت یک رستورانی که مورد علاقه هر دوی ماست شدید. اصلا رستورانه مراکی. کجاییه؟ یونانی. تقریبا 2 سال ما اینجا رو کشف کردیم. ببخشید اینجاست.
رسید آقا رسید. This one over here. I appreciate you. Of course. You guys enjoy, okay? Thank you. Let us know if you need anything else. Of Thank you course, so yeah. much. وای کاش که من میتونستم میگم کاش که بوها و مزه هم از پشت گوشی منتقل میشد. بچه ما غذامون اومد، جای همگی خالی. من دیگه نمیخوام بیشتر از این دلتون آب بندازم، میرم غذامو میخورم، ولی جای همگیتون واقعا خالیه. من از همگی عذرخواهی میکنم. رو خوبین خداحافظ. دوستان ما دوباره کار رو جمع کردیم. داریم میریم برای پایان کار. حالا که دیگه امروز همش در مورد ساختمون صحبت کردیم، میخوایم بریم برای پایان کار. خب پایان کار رو نه، این پایان کار نیست. خب. این الان تا مرحله نیمه نهاییه. پایان کار رو میخوایم بریم یه جای دیگه بخوریم. چی میخوای بخوری؟ دسر رو میریم یه جای دیگه. عمرن آقا من رفتم تو رژیم، دیگه نمیتونی منو گول بزنی. دیدی که من سیب زمینیامو نخوردم، 2 تا سیخ کباب بود، من یه سیخشو خوردم. دیگه چی بود؟ نیم ساعت دیگه میبینم. فقط هم سالاد خوردم. نه من نمیخورم. همین الانم گفتی اینا هم بستنی دارن، خب باقلوا دارن. این بستنی یکم الان هوا سرده، حال آره. نمیده، ولی چیزای کیکیه مثلا. نه من که اصلا کیکی نیستم مثلا. او نیستی؟ من کیک او راست دوست اون یکی ندارم. دیگه بود شبیه تو بود، کیکی بود. نه من کیک دوست ندارم. کیک تا کیک داریم. اونا هم یونانی هن؟ نه اونا ارمنی هن. اون شیرینی فروشیه که ما دوست داریم. نه اونم یه کیکی که من دوست دارم و سفید. هر دفعه میگیرم کهنه است. توت فرنگی کدومه؟ خام سفید داره با یه توت فرنگی روش. خامه سفید داره. اون دفعه گرفته بودی؟ گفتی این از همه بهتره. اون خوشمزه بود. تا چند بازه؟ خب نشد دیگه. پاشو بریم تا دیر نشده. این کتابی که من دارم میخونم خیلی آسونه. من قشنگ میتونم یه ماه دیگه برم امتحان بدم. آره ولی باید بخونی، اینجوری هر روز صبح بلند شم 2 ساعت 5 ساعت 10 ساعت نه. باید بگی اوکی از صفحه 1 تا 70 شو امروز 10 اکتبر یا 25 اکتبر باید تموم کنم. باید بگی که مثلا آقا من روزی 10 صفحه باید بخونم، روزی 20 صفحه باید بخونم. یعنی no matter what باید اون 10 صفحه 20 صفحه که با خودت قرار گذاشتی باید بخونی. آره من خودم الان امتحانی که دارم 1900 صفحه است. بعد یه تارگتی براش بذاریم. من حالا اون موقع یادم 16 سالم بود. از کجا یادم 16 سالم بود؟ چون یادمه که تازه کامپیوتر تو ایران مد شده بود و ما کامپیوتر خریده بودیم اون موقع. من 16 سالم بود، یعنی دارم دقیقاً در مورد 20 سال پیش صحبت میکنم. اون موقع تو یاهو بعد سرچ می‌کردم. نمیدونم گوگل بود یا نه. تو یاهو سرچ کردم خلاص. خب زندگی در آمریکا. بعد یه عالمه نوشته مثلا به فارسی اومد، مردم تو فروم مختلف اومد و نظراتشون گفته بودن. یه بابایی که تو آمریکا زندگی میکرد گفته بود اگر از فرصت‌های حلبی ایران کسی نتونه استفاده بکنه، از فرصت‌های طلایی آمریکا هم نمیتونه استفاده بکنه. درست اینجا سرزمین کشورها، سرزمین فرصت‌های طلاییه، ولی باید یه نفر باشه که از این فرصت‌های طلایی استفاده بکنه. یعنی همینجوری فرصت‌های طلایی رو ولشون کنی تو خیابون به امون خدا، هیچ اتفاقی واسط نمیفته. برای همین حالا نمیدونم مثلا چرا بحث به اینجا کشید. داشتم گفتی تو ایران هم که بودی برای هر کاری تو ایران هم که بودم هر کاری که میخواستم بکنم، اصلا این جمله اون آدمی که این حرفو زده بود که اصلا نمیدونم کی بود، شده بود ملکه ذهن من که تو به عنوان یه آدم بکنی این تو ذهنت بود. اگه فرصتی هست، حالا چه حلبیه، چه نقره‌ایه، چه برنزیه، چه طلاییه، باید ازش استفاده بکنی. از اون فرصت خودتو در مسیر اون فرصت قرار بدی، براش تلاش بکنی، ازش استفاده بکنی و بهش برسی. یعنی مثلا شاید قبلا
یه بهونه‌ای برای خودت داشتی میگفتی نه من مثلا جام خوب نیست، لوکیشن ایران این مشکلاتو داره. من اصلا از این بهونه‌ها برای خودم ولی بعدن که این حرفو مثلا اونجا خوندی فهمیدی که فرق نمیکنه، همون ایران هم شما میتونی از یه سری فرصت‌ها استفاده کنی. نه تو روز اولم که اومدی که با این لباس نمیرفتی اونجا وایسیگ مثلا. نه من از کارگری صفر توی خودش از هم کارگری شروع کردی که کارگری که یعنی به معنای واقعی کارگری، یعنی یه کسی که مثلا دیدید میرید مثلا کارگر بیاریم مثلا کارا رو بکنه، خاکا رو اینجا برداره مثلا ببره مثلا اون ور یا چه میدونم، کارگر دیگه، کارگر آره دیگه. شما از کشورت میای کشور دوم حالا یا سوم، اینجا همه فکر میکنن که همه این فکر رو نمیکنن. البته نه کسی فکر نمیکنه همچین فکری بکنه. الان دیگه خدا رو شکر سوشال میدیا یه جوری شده همه خبر همه جا رو از من و تو بهتر دارن. آره. چون که من وقتی اومدم اینجا 30 سالم و نه این چیز بدی نیست آخه. این خواستم اینو بگم، اینو میدونن همه که از کارهای پایین مجبوریم شروع بکنیم، ولی همه مثلا وقتی میخوان سرکوفت بزنن با آدم این اولین چیزیه که بهش اشاره میکنن، مثلا میگن آره برو دستشویی بشور. آره پس چی؟ این یکی از فرهنگ‌های غلط ایرانیه، یعنی چیز بدی نیستش که کارو آر میدونن. آره. کار آر نیست. هر گونه فعالیتی که منجر به دست آوردن پول بشه اسمش کاره و اصلا مقدسه، اینجوری بگم. یعنی اصلا اگه چیزی توی دنیا قرار مقدس باشه اینه، هر گونه فعالیتی که منجر به درآمد بشه و شرافتمندانه باشه. البته غیر شرافتمندانش هم ما کی هستیم که بخوایم بگیم مثلا غیر شرافتمندانه است. آقا یه چیزی بذار من بهت بگم، تن فروشی، ما کی هستیم که بیایم قضاوت بکنیم که تن فروشی کار شرافتمندانه هست یا نیست؟ هر گونه فعالیت اقتصادی که برای پول درآوردن باشه چیز مقدس. ولی اونم انتخاب اون آدم بوده دیگه. تو میخوای از کمرت و زانوت مثلا، اونم داره از کمرش و زانوش پای میذاره. انتخاب خودشه، به شما چه؟ حتی به غلط. نه من ارسلان داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم، من بهش گفتم که بذار من دوربین رو روشن کنم، داری حرفای جالبی میزنی، فکر کنم بچه‌ها دوست داشته باشن. الان بچه‌ها میگن شما در خلوت خودتون چه حرفای خفنی میزنید. نه واقعا ما همینقدر، تازه اون دفعه داشتیم با مامان ارسلان صحبت میکردیم، اینقدر داشتیم حرفای خوبی میزدیم، گفتم کاش دوربین رو میذاشتم اونجا فیلم میگرفتم، ولی اونا چون تو ایرانن برای همین نمیتونستم حرفامون رو بذارم توی اینترنت. بچه‌ها جان دیگه همین بود از این ویدیو. امیدوارم که دوست داشته بوده باشید، خوشتون اومده باشه. اگه اینطور بوده که حتما میدونم همینطور بوده، حتما لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا فراموش نکنید. قربون همتون، مواظب خودتون باشین. من تو ویدیو بعدی میبینمتون. بوش بوش.